تا حالا به این فکر کردین که راز واقعی موفق‌ترین برندهای دنیا چیه؟ منظورم اون برندهایی هستن که فقط یه محصول نمیفروشن، بلکه یه فرهنگ میسازن، دنیا رو عوض میکنن. خب، امروز قراره با هم پرده از این راز برداریم. خب، یه لحظه به این 3 تا چیز فکر کنین. یه ماشین مسابقه نسکار، قلعه معروف سیندرلا و یه بیگ مک. شاید در نگاه اول بگین اینا چه ربطی به هم دارن؟ اصلاً. ولی باور کنین یه نخ نامرئی خیلی خیلی قوی همه اینا رو به هم وصل میکنه. و اون نخ نامرئی چیه؟ بازاریابی. ولی نه، اون بازاریابی که فقط به فکر تبلیغات و بیلبورد و فروشه رو فراموش کنین. منظورم بازاریابی واقعیه، یعنی خلق یه ارزش فوق‌العاده و یه تجربه فراموش نشدنی برای مشتری. این دقیقاً راز مشترک همه این برندهای بزرگه. خب بریم سراغ بخش اول و امپراتوری نسکار. میخوایم ببینیم که نسکار چطوری با تمرکز روی همین خلق ارزش یه سرگرمی خیلی محلی رو تبدیل کرد به یه امپراتوری ورزشی غول‌پیکر. ببینین، نسکار واقعاً توی مدت کوتاهی از یه تفریح محلی برای عده خاص تبدیل شد به یه پدیده ملی. حالا سوال اینه، راز این رشد انفجاری چی بود؟ جوابش فقط یک کلمه است: ارزش. خلق ارزش برای طرفداراشون. و اینجا یه نکته خیلی جالب وجود داره. فرمول موفقیت نسکار تقریباً هیچ ربطی به خود ماشینا نداشت. باورتون میشه؟ همه چیز، مطلقاً همه چیز در مورد تجربه طرفدارا بود. اونا یه محیط امن و خانوادگی درست کردن، راننده‌هاشون آدمای خاکی و در دسترسی بودن و از همه مهمتر به طرفدارا این حسو میدادن که خودشون بخشی از این هیجانن. این حرفی که یکی از طرفدارای 48 سالشون زده همه چیز رو روشن میکنه. میگه من شاید ژنتیک لازم برای بسکتبال یا فوتبال آمریکایی رو نداشته باشم، ولی با یه ماشین خوب و یکم پول حس میکنم میتونم خودم اونجا توی پیست باشم. میبینین؟ نسکار یه مسابقه نمیفروخت، داشت حس امکان پذیر بودن رو میفروخت. این همون ارزش واقعیه. خب بریم سراغ بخش دوم، جادوی تجربه. تا اینجا فهمیدیم که خلق ارزش چقدر مهمه. حالا میخوایم یه قدم بریم جلوتر. شرکت‌های افسانه‌ای مثل دیزنی این ارزش رو میگیرن و تبدیلش میکنن به یه تجربه جادویی و کامل. این جمله از مدیر عامل پراکتر گمبل به نظرم حرف آخره. میگه مشتری‌ها فقط دنبال ویژگی‌های محصول نیستن، اونا یه تجربه لذت بخش رو میخرن. این یعنی چی؟ یعنی تمرکز بازاریابی از خود جنس رفته روی اون حسی که اون جنس به شما میده. این دقیقاً همون تفاوت کلیدیه. قدیما بازاریابی روی این بود که محصول چی کار میکنه، ولی امروز همه چیز در مورد اینه که محصول چه حسی به شما میده. ما از یه معامله خشک و خالی رسیدیم به یه رابطه احساسی و عمیق با برند. و خداییش هیچ شرکتی توی دنیا بهتر از دیزنی این کارو بلد نیست. کل امپراتوری دیزنی روی یه قول ساده ولی فوق‌العاده قدرتمند ساخته شده. به حقیقت پیوستن رویاها. از فیلماشون بگیرین تا پارک‌های تفریحیشون، تک تک جزئیات برای خدمت به همین مأموریت احساسی طراحی شده. یه مثال خیلی ملموس و عالی فروشگاه‌های بیلد و بیر هستن. اینجا فقط یه مغازه اسباب بازی فروشی نیست، رسما یه کارخونه تولید تجربه است. یه بچه قدم به قدم دوست جدیدش رو خلق میکنه. از انتخاب خود عروسک خالی تا پر کردنش با پنبه و حتی گذاشتن یه قلب پارچه‌ای کوچولو توی سینش. این پروسه یه عروسک ساده رو تبدیل میکنه به یه خاطره کاملا شخصی و ارزشمند. خب بریم سراغ بخش سوم و داستان مکدونالد. یه سوال، اگه تجربه‌ای که میسازین قدیمی بشه و دیگه جذاب نباشه چی؟ اینجاست که یه کلمه کلیدی وارد بازی میشه: انطباق پذیری. داستان بازگشت شگفت‌انگیز مکدونالد به ما یاد میده که برای زنده موندن باید با دنیا تغییر کرد. اوایل دهه 2000 اون غول فست فود یعنی مکدونالد داشت سقوط میکرد. فروش ثابت مونده بود، برندشون کهنه و بیروح شده بود. ولی سال 2003 همه چیز با یه برنامه به اسم برنامه پیروزی عوض شد. این برنامه رسما کشتی در حال غرق شدن مکدونالد رو نجات داد. استراتژیشون به طرز شگفت‌آوری ساده بود. اونا شروع کردن به گوش دادن. همین. به اصول اولیه برگشتند، یعنی مغازه‌های تمیز و خدمات عالی. و از همه مهمتر به خواسته مشتری‌ها برای غذاهای سالمتر گوش کردند و سالادهای ویژه رو به منو اضافه کردند.
تازه دکور فروشگاهاشون هم مدرن و دلنشین‌تر کردن. نتیجهش چی شد؟ فقط از فروش همون سالات‌های جدید، مکدونالد سالی بیشتر از 500 میلیون دلار درآمد داشت. این قدرت واقعی گوش دادن به بازاره. و این نمودار دیگه جای هیچ حرفی باقی نمیذاره. به لطف برنامه پیروزی فروششون 33% رفت بالا و سودشون بیش از 3 برابر شد. این یه بازگشت تاریخی بود که فقط و فقط با انطباق پیدا کردن با نیازهای مشتری ممکن شد. و حالا بخش 4 که میرسیم به آخرین و شاید بحث برانگیزترین راز بازاریابی. آماده این؟ ایده اینه که برای موفقیت شما نباید به همه مشتریهاتون خدمت کنین، بلکه باید روی بهترین هاشون تمرکز کنین. این یه سوال خیلی اساسیه. همیشه به ما گفتن هر مشتری مهم و ارزشمنده. ولی آیا واقعا اینطوریه؟ یعنی همه مشتری‌ها به یه اندازه برای کسب و کار شما سود دارن؟ شرکت بست بای این سوال رو خیلی جدی گرفت و مشتریهاشو به 2 گروه جالب تقسیم کرد: فرشته‌ها و شیطان‌ها. فرشته‌ها کیا بودن؟ مشتریهای سودآوری که برای خدمات خوب ارزش قائل بودن. شیطان‌ها هم اونایی بودن که فقط دنبال تخفیف‌های عجیب و غریب بودن و در نهایت برای شرکت فقط هزینه داشتن. بعد از این تقسیم بندی، بست بای یه کار جسورانه کرد. کل استراتژیش رو عوض کرد تا فقط و فقط به فرشته‌ها خدمت کنه. مثلا مراکز پشتیبانی تخصصی توی فروشگاه‌ها راه انداختن و برای مشتریای با ارزشیشون خدمات و تبلیغات سفارشی طراحی کردن. تصمیمشون این بود: ما می‌خوایم بهترین باشیم، اما فقط برای بهترین مشتریامون. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، از نسکار و دیزنی گرفته تا مکدونالد و بست بای، اون نخ مشترک چی بود؟ موفقیت واقعی توی فروختن یه محصول نیست، بلکه توی تمرکز بی‌وقفه و استراتژیک روی خلق ارزش، ارائه تجربه فراموش نشدنی و انطباق با نیازهای مشتری درست و مناسبه. و حالا یه سوال نهایی از خود شما. یکم به تجربه های خودتون فکر کنین. کدوم برندها باعث میشن شما حس کنین یه مشتری خاص، یه مشتری فرشته هستین؟ همونایی که بهتون حس ارزشمند بودن و درک شدن میدن. اینا دقیقاً همون برندهایی هستن که راز واقعی بازاریابی رو کشف کردن.